سلام و احترام و تشکر از اساتید شبکه فوتسال تیم فوتسال حق که زحمت می‌کشید، به خصوص برادر گرامی جناب آقای محمد انصاری که من زنگ زدم و جواب مرا داد و نپرسید از من که کی هستم. خودم برایش توضیح می‌دهم که من کی هستم. من حامله دختری حجتم برای که در افغانستان، پاکستان، ایران و آبری داشته بود و من 3.5 ساله بودم که پدرم فوت شد و پدر بزرگم علیشا به مادرم کمک کرد تا من و خواهرم را بزرگ کرد و الان یک زندگی سنتی و اسلامی داریم و شما طلب دعای مغفرت برای پدرم و پدر بزرگم دارم و اثر دعای شما موجب موفقیت من شده که اگر میشه که به خودتان میگفتم با تشکر فراوان و دیگران خواهرانت عقیده و عاطفه از ظاهران التماس دعا خدا یار و نگهدارتان.